این نتیجه بگیریم که هر دو تیم عالی بودن، یعنی انقدر پرفکت خوب بازی کردن که اجازه ندادن هیچ در واقع دروازه‌شون به خطر بیفته. اما این بازی اینطور نبود. در یک جریانی از بازی ما دیدیم که تیم‌ها اشتباه می‌کردن، تیم‌های مقابل نهایت استفاده رو نمی‌کردن. برای مثال این یه صحنه اول ابتدایی بازیه که مهدی ترابی در معدود دفعاتی که تیم فولاد به تیم پرسپولیس فضا داد، مهدی ترابی در اونجا صاحب توپ شد. بازم میگم برای من اصلا مهم نیست توپ زد به کی، برای هر بازیکن ممکنه پیش بیاد. چیزی که برای من مهمه و خیلی برای من جای تعجب داره اینه که ما وقتی یه مهدی ترابی داریم باید بدونه کی باید تصمیم درست و باید به قول انگلیسی میک دیسیژنش سریع باشه. اینجا میتونه این بازیکن اگه اشتباه نکنه میلاد سرلکه داره التماس بهش میکنه، با فضایی هم برای شوت قشنگ میتونست. ببینید در فوتبال یک ثانیه، بازم در فوتبال انگلیس میگن اگه یک بازیکن نتونه زیر یک ثانیه تصمیم بگیره نمیتونه تو فوتبال در حد لیگ برتر انگلیس نیست. اینجا خیلی میگن بابا یک ثانیه که الان شد. نه، اگر یه بازیکنی در حد بازیکن اینترنشناله اینجا باید تفاوت خودش نشون بده. اگر پاس میداد میتونه سرلک اینجا دروازه رو باز کنه. بازم میگه اینا همه فرضی است. اما یه بار دیگه بازم میگیم مهدی در واقع ترابی بازیکنی که خلاقیت فردیش بی‌نظیره. تو این صحنه یه چیزی که به نظرم در تیم پرسپولیس کم بود اون بازی ترکیبی بود. تو این صحنه شاید اگر یه مقدار زودتر جلوتر میومد سروش رفیعی و یک دو سالم میکرد میتونست مهدی ترابی گل بزنه، یا اون فضایی که پشت 18 قدم به نام منطقه 14 است ما هیچ بازیکن پرسپولیس نمیبینیم. 4 تا بازیکن تو 18 قدم هست. خب اگر مدافعین توپو برگردونن توپ دوم گیر کی میاد؟ هیچ بازیکن. این چیزیه که به نظر من مهمه. اون بازی ترکیبی که ما هفته پیش گفتیم در یک سوم دفاع پرسپولیس نمیبینیم. حفظ توپش خیلی خوب، در مقابل ذوبان موقعیت گل به وجود می آوردن اما اینجا به وجود نیاوردن. و اینجا اون چیزی که خیلی مهمه، ببینید اون بازی ترکیبی اگه اینو ببینید که بازیکن بذاره بازیکن دوم توپ بگیره بسپاره، اینو کدوم تیم خیلی خوب انجام میداد؟ منچستر یونایتد زمان دوایدیارکو در اندی کول. خیلی ساده است. ببین البته ما میگیم ساده است اما انقدر ساده نیست تو فوتبال. ببین اگه مهدی ترابی میگاش و اون چیزی که من اعتقاد دارم عبدی نداره به عنوان لینک پلیر، مهدی ترابی ول کنه توپو برای عبدی بسپره مهدی ترابی یک حرکت ساده میتونه توپو وارد دروازه تیم فولاد، اما این کار انجام نمیشه. ببینید توپ میسپارن به مهدی ترابی، مهدی عبدی هم اون گوشه وایسه، ببین مهدی ترابی میرسن. باز اینجا نگاه کنید، باز یه کار دیگه میتونه مهدی عبدی بره جلو که سرش پایینه کاملا مشخصه، بسپره به مهدی عبدی بسپره برای بازیکن شما. ببینید این کارهای ترکیبی که ما میگیم ما نمیبینیم در تیم پرسپولیس، شاید که 2 هفته اوله و اینجا اون چیز ترکیبی که ما میبینیم. ببینید اینجا یه کار ترکیبی عالی بین آلیشا، مهدی ترابی و مهدی عبدی. ببینید قشنگ میسپاره، یک دو خیلی ساده میکنه، خیلی این صحنه دیدنی بود. اما اینجاست که من میگم مهدی عبدی به عنوان لینک پلیر نمیتونه. ببین مهمترین موضوع برای هر مدافعی که براش کابوسه تو بره پشتش، یعنی پشت مدافع. شما با یه پاس میتونید این 5 6 تا بازیکن تیم فولاد از بازی خارج کنه، پشت دفاع فولاد صاحب توپ بشه. ولی مهدی عبدی این کارو نمیکنه. من میگم که اگه این توپ میکرد تو گل من میگفتم آره ایراد نداره، ولی نداد. ببین این چی شاید تو فکرش این بود که من گل بزنم تا بازی بعدا فیکس بازی کنم. ببین باید در اختیار تیم باشی. اگر کردی تو گل من اول فولاد نگاه کنید. این که ما خیلی اعتقاد داشتم فولاد ضد فوتبال بازی کرد، من اعتقاد ندارم. فوتبال خیلی حساب شده بازی کرد. فولاد وا میسته تو دفاع، به محض اینکه میرفتن تو حمله 5 6 نفر خودشون میرسن تو حمله. اینجا نگاه کن ابتدای بازی تو همون زمین پرسپولیس دارن با 5 در مقابل 4، یعنی برتری عددی دارن در مقابل پرتای یک سوم دفاع این تیم تحت فشار میذاشتن پرسپولیس. خیلی شجاعانه بازی کردن. بازم یه بار دیگه ببینید وقتی توپ میفته دست بازیکن فولاد، موضوعی که به نظر زیاد ببینید شما با صدا نفرات فولاد در زدمده ببینید سریع خودشون میرسن. از فولاد دفاعی هم بازی نکرده اصلا. اما مشکلی که در تیم پرسپولیس بود شما نگاه کنید در تیم فولاد هم هست. اون بازی ترکیبی ما چرا الان فوتبال تو فضای کوچیک شده 5 به 5 4 به 4؟ به خاطر اینکه بدن تو این فضای کوچیک به هم پاس بدن. اما می‌بینیم اتفاق در فولاد هم نمیفته. به راحتی می‌بینیم که وریا میره شوت میزنه، میتونه یه پاس 1 بده 2 بده خودش بده. ببین اون چیزی که خیلی مهمه باید نگاه تعداد نفرات فولاد در حمله ببینید. این نبود این تیم ترسو بازی کنه، حساب شده بازی میکرد. اما اون خلاقیت، اون بازی ترکیبی که باید در یک سوم دفاعی منجر به گل بشه رو ما نمیدیدیم. اینجا نگاه کن تو این صحنه باز من اعتقاد دارم مهدی ترابی باید خیلی زودتر تحت فشار میذاشیم بازی کنه. خیلی باید مراقب باشه چون اون فضای پشت ببینید. خب ایراد نداره. اینجاست که من میگم یه دروازه‌بان میتونه همه چیز رو نجات بده که این کارو ما میبینیم علیرضا بیرامن خیلی خوب انجام تو میره پشت خط دفاعی. ببینید اینجاست که من میگم یک دروازه‌بان چقدر میتونه کمک کنه. علیرضا به خوبی خروج میکنه. باز اینجا خط دفاعی اشتباه کرد ولی دروازه‌بان درست کرد و
این موضوعی که بازم میگم نگاه کن واقعا 2 4 6 7 تا بازیکن این همه فضا یک توپو بسپار در کنار خط خودت برو بقیه برن تو 18 قدم. ببین اون چیزی که ما در فوتبال میگیم که منجر به گل میشه ما اینو در تیم فولادم متاسفانه ندیدیم. اعتقاد دارم ضعف خط حمله هر دو تیم باعث شد که نتونن به گل برسن.